سلام شاگردانی عزیز. ادب تاجی است از نور الهی، بینه بر سر میره هر جا که خواهی. بله، آداب و تمیز اگر داشته باشید در جای حرمت و احترام میبینید، اگر نداشته باشید حرمت و احترام نمیبینید. درس آداب و تمیز رو ما از فن ادبیات میآموزیم. امروز ما با شما درباره حیات و فعالیت ادبی یکی از ادیبان بزرگ ایرج میرزا شناس میشویم. ایرج میرزا ادیب بزرگ ایران زمین است. او در تبریز سال 1874 به دنیا آمده است. بابایان او از خاندان سلاله قاجاریان بودند، ولی هرگز او از گذشتگان خود نمی‌بالید و زندگی فقیرانه داشت. ایرج میرزا چنان مردی فروتن و خاکساری بود که حتی شاعر بودن خویش را انکار هم میکرد. ادیب در این باره چنین گفته است: من همیشه شاعر نیستم و به نوشتن شعر هیچگاه خود را مجبور نمی کنم. برعکس، هنگامی که الهامم می آید من به آن اطاعت می کنم. ایرج میرزا سال 1926 در تهران از دنیا می گذرد. ادیب در سرودن اثرهای خرد لیریکی دستی توانایی داشت. سلسله شعرهای مادرنامه ایرج میرزا شهرت جهانی پیدا کرده، سزاوار مکافات اول آزمون بین الخلقی نیز گردیده است. مادرنامه ادیب به اکثر زبانهای دنیا ترجمه و چاپ شده است. اینک شما را به قرائت سلسله مادرنامه ایرج میرزا، شعر قدر مادر و باز دو شعر دیگر پیشکش می نماییم. مادر شخصی معتبر است، شخصی است که ما را به وایه رسانده کلام کرده است. وصف مادر در بسیار ایجادیات ادیبان به نظر می رسد. از جمله در ایجادیات ایرج میرزا نیز وصف مادر در شعر قدر مادر به قلم داده شده است: پسر رو قدر مادر دان که دایی، کشد رنج پسر بیچاره مادر، بیرو بیش از پدر خواهش که خواهد، تو را بیش از پدر بیچاره مادر، زی جان محبوب تر دانش که داند، زی جان محبوب تر بیچاره مادر، نگهبانی کند 9 ماه و 9 روز، تو را چون جان ببر بیچاره مادر، از این پهلو به آن پهلو نغلطد، شب از بیم خطر بیچاره مادر. خب فکر میکنم که مادر خویش را دوست می‌دارد و شعری ایجاد کرده ایرج میرزا را در وصف مادر از یاد میکنید. شعر دیگری که در ایجادیات ایرج میرزا موقع مقصود را اشغال میکند قدر استاد نام دارد. استاد شخصی است که ما را به راه راست هدایت میکند و وصف استاد را کردن به نهایت خوب است. ایرج میرزا در شعر قدر استاد را چنین وصف کرده است: گفت استاد مبر درس از یاد باد آنچه مرا گفت استاد، هیچ یادم نرود این معنی که مرا مادری من نادان زاد، پدرم نیز چون استادم دید گشت از تربیت من آزاد، پس مرا منت از استاد بود که به تعلیم من استاد ایستاد، هرچی میدانست آموخت مرا غیر یک اصل که ناگفتنی ها، قدر استاد نکو دانستن حیف استاد به من یاد نداد، گر بیمرد است روانش پر نور، ور بود زنده خدا یارش بود. خب بچه عزیز، لغت ها را نیز وابسته به موضوع باید از برنمایید. تموز و دی
تابستان و زمستان. سرفه، عدسه، سرفه. یک رو بی ساعت، 4 ساعت یا 15 دقیقه. اطفال، بچگان. رخت نو، لباس های نو. موقع دید و بازدید، هنگام واخیری، صحبت، تبریک یکدیگر به مناسبت عید نوروز. این لغت ها رو از یاد میکنید. خب همچنین بچه های عزیز، به شما سپارش وظیفه خانگی ترجمه حال و میراث ادبی ایرج میرزا رو از صفحه 240 کتاب درسیتان پیدا نموده میخوانید و در این زمینه شعرها رو نیز و لغت ها رو از صفحه 241 تا 245 پیدا نموده از یاد میکنید. خیر بچه ها، تا درس آینده.